تا حالا شده یه رفتار یا یه احساس رو بارها و بارها تو زندگی تکرار کنی با اینکه میدونی به ضررت تموم میشه؟ مثلا همیشه جذب آدمای اشتباه میشی یا احساس میکنی به اندازه کافی خوب نیستی یا مدام میترسی که طرد بشی. اگه اینا برات آشناست، این ویدیو مخصوص توه. تو این ویدیو میخوایم وارد فصل اول کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید نوشته جفری یانگ بشیم. کتابی که توضیح میده چرا بعضی الگوها بی اجازه ما زندگیمون رو هدایت میکنن. نویسنده این کتاب از مفهومی صحبت میکنه به نام طرحواره. به زبان ساده، طرحواره‌ها الگوهای ذهنی عمیق و ناخودآگاه ما هستند که معمولاً در کودکی شکل می‌گیرند و بعدها روی احساسات، تصمیم‌ها و روابط ما اثر می‌ذارند. یعنی ما فقط واکنش نشون نمیدیم، ما از روی یک برنامه قدیمی زندگی می‌کنیم. حالا ببینیم که این طرحواره‌ها از کجا میان. طرحواره‌ها معمولاً زمانی شکل می‌گیرن که نیازهای عاطفی ما در کودکی برآورده نشده باشه. احساس امنیت، عشق یا دیده شدن نداشتیم یا تجربه‌های تکراری دردناکی داشتیم. ذهن کودک برای بقا یه نتیجه گیری میکنه. مثلا میگه من دوست داشتنی نیستم. نمیشه به کسی اعتماد کرد. اگه خودم نباشم طرد میشم. و این باور سالها بعد هم با ما میاد. الان شاید این سوال برای شما پیش بیاد که چرا این الگوها تکرار میشن؟ نکته مهم فصل اول این کتاب اینه که طرحواره‌ها عاشق تکرار شدنن، حتی اگه دردناک باشن، چون ذهن ما به آشنا بودن بیشتر از سالم بودن علاقه داره. برای همین وارد رابطه مشابه میشیم، احساسات مشابه رو تجربه میکنیم و تعجب میکنیم که چرا باز هم همون شد. خبر خوب اینه که طرحواره‌ها قابل تغییرن. اما قدم اول فقط یه چیزه: آگاه شدن. تا وقتی ندونی چه الگویی درونته، از کجا اومده، کی فعال میشه، نمیتونی تغییرش بدی. و دقیقاً به همین دلیله که این کتاب نوشته شده. تا ویدیوی بعدی به این فکر کن که کدوم احساس یا الگو بیشتر از همه تو زندگی تکرار میشه، تو چه موقعیت‌هایی فعال میشه و از کی شروع شده. فقط مشاهده کن بدون قضاوت. تو ویدیوی بعدی میریم سراغ این که طرحواره‌ها دقیقاً چطور در روابط، کار و احساسات ما فعال میشن. اگه دوست داری این مسیر رو با هم ادامه بدیم، سابسکرایب کن تا فصل بعدی رو از دست ندی.